سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: تاکید نماینده قزاقستان در شورای امنیت بر حمایت قاطع از افغانستان، مسترد شدن یک محموله 74 تنی گادر بی‌کیفیت از بندر شیخ ابونصر فراهی و تاکید هند بر تعامل واقع بینانه با افغانستان. امروز پنجشنبه 20 ماه قوس سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: قزاقستان اعلام کرده که به یک افغانستان صلح‌آمیز، خودکفا و مرفه کاملا متعهد است و آماده همکاری با تمام شرکا برای تحقق این هدف می باشد. کاریات اومروف، نماینده دائمی این کشور در شورای امنیت سازمان ملل، بر ادامه کمک‌های بشردوستانه، گسترش همکاری‌های تجاری و صنعتی و پشتیبانی از کاروبارهای کوچک و متوسط در افغانستان تاکید کرده است. با گفته وی، قزاقستان 500 میلیون دلار برای ایجاد زیرساخت‌های خطاهن اختصاص داده است تا دسترسی افغانستان به بنادر و بازارهای جهانی تسهیل و پیوندهای منطقه‌ای و فرصت‌های اقتصادی تقویت شود. اداره معیار و کیفیت اعلام کرده که یک محموله 74 تنی آهن گادر را که با معیارهای داخلی مطابقت نداشته، پس از بررسی دقیق و کنترل کیفیت از بندر شیخ ابونصر فراهی مسترد کرده است. این اداره تاکید کرده که پروسه تثبیت و کنترل کیفیت مواد ساختمانی در بنادر کشور به گونه قاطع و شفاف ادامه دارد و از ورود مواد بی‌کیفیت به بازارهای کشور جلوگیری می شود. در جریان یک روز گذشته، چهارشنبه 19 ماه قوس، 3001 مهاجر افغان از سریک تورخم، اسپین بولدک و بهرامچه از پاکستان به کشور برگشتند. همچنان در این مدت 382 مهاجر افغان از سریک اسلام قلعه و راه ابریشم از ایران به کشور برگشتند. و در اخیر، هند با تاکید بر دوام کمک‌های بشردوستانه، توسعه و ظرفیت‌سازی برای افغانستان اعلام کرده که رویکرد آن برای تعامل سازنده و واقع بینانه با افغانستان استوار است. پاروا تانانه هیرش، نماینده دائمی هند در شورای امنیت سازمان ملل، گفته که پیوندهای عمیق تاریخی و تمدنی میان دو کشور جهت دهنده سیاست‌های دهلی نو در قبال افغانستان است و افزوده که تصمیم دولت هند برای ارتقای مرحله ماموریت فنی این کشور در کابل به سطح سفارت بیانگر تعهد پایدار دهلی نو به افغانستان و مردم آن است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.